دوستان عزیز درود. این نشر اولی برنامه ترانسفر در عمل در ماه اول سال نو 2024 است و ما مطلب‌های نوترین روزانه نو گشوده شده زمستانه ترانسفری را با شما بررسی خواهیم کرد. شروع از سال نو میلادی دقیق ترش یکم ینوری سال 24 روزانه زمستانه ترانسفری در تاپ 5 چمپیونات‌های اروپایی رسما گشوده شد و هرچند که همگان خریداری‌های بیشتر را انتظار بودند، ولی بیشتر از این شماری رانده شده ها پیش از مهلت اجاروی زیاد بود. در آمد گپ چلسی مهلت اجاره اندری سانتوس را قطع نمود، زیرا نیم حمایتگر بعد گذراندن دو بازی در صف ناتینگهام فارست با پررگی در جنگل گم شد. وابسته به این کبودها قرارداد اجارویی که تا تابستان سال 24 مهلت داشت برمحل قطع نموده، با یک عذاب برزیلی سرخوش 19 ساله را از درون جنگل توندرا یافته در یک کنجک استنفورد بریج پناهگاه دادند. امیو نیز برای یک اندازه سفیدکنی جزیر کرده های تنخک با پیداکنی نفران عیبدار پرداخت و نخستین شده مهلت اجاروی سرخی رگیلون را از تاتنهام قطع کرد. اینجا نیز به مهلت اجاروی برمحل نقطه گذاشته شده. با گفت خودی منوکانی ها رگیلون را برای عوضکنی لوک شو و تیریل مالاسیا آورده بودند، ولی دیدند که بازیگران جراحت برداشته با هایستگی با قول ساز شده ایستادند و دیگو دالوت هم در موقع دفاعگری سمت چپ بازی کرده میتواند و مهمتر از همه از دست رگیلون در دست خاک نامد. اخیراً بعد 12 بازی یگان عملی نتیجه بخش و 4 کارت زرد رگیلون را با یک خوشنودی از دست جواب دادند. یک تغییرات دیگری که تنخک سرآغاز کاری بازار زمستانی انجام داد، این بی‌رحمانه همشریش را به آلمان گسیل نمودن بود. با دانی وندبک البته در امیو کم در کم امکان داده میشد، ولی اینتراخت بر زمین اجاره میتواند با انجام آن بر عوض 11.4 میلیون یورو این نیدرلندی را بخرد. چطور میدانیم موسم جاری همشهری 26 ساله با قول عقد شده از جانب تنخک در پرمیر لیگ انگلیا تنها یک بازی گذرانید و بعد آن بازی هم در حق هموطنش سخنهای خوب نگفت. من هم اگر می شدم چون این هموطن را با سخنهای نوترین رپسرایان مکافاتانیده می کردم. خلاص که دانی وندبک اگر واقعا چون زمان ایاکس زور باشد باید در اینتراخت کنده کرخت نبودنش را نشان دهد. یک حالت دیگری به قول روس‌ها وزورت آوردن بازیگر از اجاره، این البته برگشت فابیو کاروالیو از اربی لیپزیگ به لیورپول است. اینجا هم فرصتی کمی بودن در میدان سبب شد و بچه‌خوانی کلوب را ضرور آمد با استفاده از فرصت مناسب از کشری برزگاوان با یک بهانه فرار کند. با قول خبرکش اساسی دنیا و حتی چقانترین از زنک‌ها فابریسیو رومانو تابستان قبلی کاروالیو پرتغالی با اجاره یک ساله به آلمان رفت، ولی بعد گذراندن 17 دقیقه در 9 رقابت میدانی و گیلمندی‌های هموطنی جوان رونالدو تیم کلوب به دادش رسید و او را دیگر باره به انگلیا فریاد کرد. پرنده فینیکس اگر رحم و شفقت نشان داد، تورنه‌ها هم در مهربانی هیچ کمی ندارند و خودی ها را هیچ وقت در عذاب نمیمانند. مغز سخن این است که برایتون جرمی سارمیانتو را از عذاب اجاروی در وست برامویچ خلاص کرد و به یگان پذیرایی خاصه به ایپسویچ تاون روان کرد. نمیدانم این 21 ساله که در 21 بازی چمپیونشیپ تنها 2 گل دارد برای دسته دومین چمپیونات چی در کار می شده باشد. ممکن که سارمیانتو در تیم مبارز برای راحت پرمیر لیگ انگلیا کلید دروازه حریفان را پیدا کرده تواند و این نوبت پیش از مهلت تورنه‌ها به درد سر گرفتار نمی شوند. با آغاز سخن سری کارهای بازاری فوتبال اسپانیا اول از تیم بشیکتاش سخن میکنیم که چطور با سابق دفاعگر منچستر یونایتد اریک بایی شرطنامه را قطع کرد. شرطنامه با بازیگری 29 ساله با راضیگی طرفین قطع گردیده. بعد سفر سپتامبری به ترکیه بایی به صف ویلیاریال پیوست. تیم اسپانی در نوبت خویش با نفری نادرکار برای ترکان شرطنامه مهلتش تا سال 25 امضا کرد. این سابق بازیگر منچستر یونایتد
پیشتر در هیئت ویلیاریال موسم‌های 14 15 و 15 16 بازی کرده بود و با فکرم به خاطر این خدمت‌هایش در اسپانیا قرار کردند که بایی در میان موسم بچه اوگای نشود. سابق بازیگر یونایتد اگر راه سمت ویلیاریال پیش گرفته بود، سابق بازیگر سیتی باشد از جورگی با سرخیو راموس دست کشید. با گفت دیگر فرناندو با سویلیا با سبب‌های شخصی شرطنامه را قطع نموده به برزیلیا برمیگردد. فرناندو رژ 36 ساله که دارای شرطنامه مهلتش تا 30 یونی سال 24 داشته بود، در ردیف دیگران به اندلوسیا به گرفتن عنوان قهرمانی در لیگ اروپا دست یافته بود. اگر گپ سری فوتبال ایتالیا رود، آنجا میلان تا حال از همه فعالتر بوده. ماتئو گابی را از اجاره از ویلیاریال بازخواند. باشگاه ایتالیایی رسما عقد بازگشت فوتبالباز 24 ساله اعلان نموده. در نیمه اول موسم گابیا طریق اجاره در ویلیاریال برآمد میکرد، ولی میلان قرار کرد بازیگر را با راضیگی طرفین باز پس بیارد. ایتالیایی 7 بازی در سوبمارین زرد در لالیگا گذرانیده. در نیمه دوم موسم تلاش میکند تا موسفید پیولی را بر وقت ترک از کار محروم نکنند. دسته فوتبالی از برگامو باشد با نام اتلانتا در نوبت خود با دفاعگر ایساک خین تا سال 28 شرطنامه بست. این بازیگر در تیمش از موسم قبلی بازی نموده. موسم جاری چمپیونات 10 بازی گذرانید و 1 کارت زرد گرفت. در کشوری زیرکان یا خود آلمان باشد، اینتراخت از لبی فرانکفورت اولین شده چقانی در بازار نشان داد. دفاعگر منتخب آلمان یو 21 نتانیل براون خریداری گردید، ولی تا آخر موسم فعلی در نیورنبرگ میماند. باشگاه از فرانکفورت از نیورنبرگ نتانیل براون 20 ساله را آورد و شرطنامه جانبها باشد تا سال 29 مهلت دارد. در لیگ دوم آلمان موسم جاری براون 13 بازی گذرانید و به ارسال 1 پرتافت گلی هم دست یافت، ولی کار جدی تر از این را در دورتموند به سامان رسانیدند. آنها بر زمین آوردن بازیگران نو 2 یاردمچی نو برای سرمربی دست آوردند. نوری شاهین و بندر سابق بازیگران زنبورها از این پس یاوران ادین ترزیچ در بروسیا خواهند بود. شاهین 35 ساله که پیشتر در انتالیا اسپوری ترکی کار میکرد و بندر 34 ساله که یاور سرمربی منتخب آلمان یو 17 بود، علاقه از روز 1 انور از پس ترزیچ در دسته رایس صدا بلند کرده ایستادند و این کار تا 30 یونی سال 25 باید ادامه کند. یاور علاقه سابق شده ترزیچ ارمین رایتریان باشد و روسیه را با خواهش خود ترک نمود. قابل قید است که نوری شاهین در صف دورتموند از سال 2005 تا 11 و از سال 13 تا 18 بازی کرده بود. در حساب او 274 بازی، 26 گل و 49 پرتافت گلی می باشد. بندر باشد در صف دورتموند از سال 2009 تا سال 2017 بازی نموده، 224 بازی، 4 گل و 11 پرتافت گلی دارد. سال 2011 هر دو این بازیگران قهرمان آلمان شده. سال 2017 در جام آلمان ظفر یافتند، ولی این نوبت باشد تلاش میکنند که جایزه های داخلی را در وطن خودسرانه پیش خابی آلونسو و توماس توخل نمانند. در پسژ باشد اگر در یگان بازار بازاری نکنند، شکم شیخان درد میکند. این نوبت دسته ناصری ترانسفری لوکاس برالدو را تصدیق کرد. شرطنامه تا سال 2028 با بازیگر بسته شده. او به پاریژ از شهر سان پائولو آمد. باشگاه فرانسوی با بازیگر 20 ساله شرطنامه مهلتش تا سال 28 امضا نموده. گفته میشد که پاریژیان از برای این گزارش 20 میلیون یورو به آن سوی اقیانوس روان میکنند. خلاص که در پسژ با امید آوردن نیمار دیگر باز پول مصرف نمودند، ولی در اصلش ماری بیزاری دیگر میآورند. همزمان در یونان نه آنقدر دور از فرانسویان، الیمپیاکوس با 2 بازیگر ژیلسون مارتینش از موناکو و فران نوارو از پورتو شرطنامه همکاری امضا نمود. با مارتینش 28 ساله که از ماه فوریه سال 23 چگونه رنگ داشتن میدان فوتبال را ندیده است، و قول فوت مرکاتو و گت فرنچ فوتبال نیوز یونانی ها و منیگاسکی ها 3 میلیون یورو پرداختند. همچنین الیمپیاکوس فران نوارو را از پورتو آورد که به خودی تیم پرتغالی تابستان سال 23 این بازیگر آمده بود.
همزمان زینیت سیماکو میلر اویدی گزارشی رابرت رنان تاریخ اجاره به اینترنشنال اعلان نمود. فوتبالباز 20 ساله که از ماه ینوری سال 23 در فوتبال روسیه خود را قربانی برف و باران کرده بود، اخیراً یک سال پره 24 در فوتبال وطن به قول آفتاب خورده می شود. شرطنامه بازیگری که تا سال 2028 مهلت دارد، این موسم 8 بازی گذرانید و یگان مراتب بعد رسیدن توپ به پایش نه گل شد و نه پرداخت گلی ارسال شد. در روسیه باشد در این شرط و شرایط غیر از زینیت کم اندر کم دسته‌هایی هستند که بیش از 10 میلیون برای یک بازیگر مصرف میکنند. این نوبت پتربورگی های مغرور از حساب پول های زیادی گازپروم دفاعگر نینو را از فلومیننس آوردند و با او شرطنامه 5 ساله بستند. برای آوردن دفاعگری مرکزی 26 ساله از برزیلیا با قول 5.1 میلیون یورو پرداخت شد، ولی غیر از او تیم همیشه قهرمان روسیه باز حمله‌ور پدرو را از برزیلیا می‌آورد. پدرو دو سانتوس از کارینتیانز روزی 12 ینور تا رسیدن به سن 18 سالگی به صف زینیت پیوسته 50% حق او را بر عوض 9 میلیون یورو به دست آوردند. قابل قید است که پدرو هفتمین برزیلی در سطح زینیت بوده. در باشگاه الکی دفاعگران دوگلاس سانتوس و رادریگو، نیم حمایتگران وندل کلاودینیو دوکیروس و بازیگر کناری گوستاو مانتوان برآمد می‌کنند. آخرین گپ و خبرهای برنامه امروز باشد به سفر بازیگری سابقه‌دار به امریکا تعلق دارد. دروازه‌بان معروف منتخب فرانسه و قهرمان جهان 2018 اوگو لاریس با لس آنجلس شرطنامه 1 ساله با امکان تمدید کنی تا سال 2026 امضا نمود. باشگاه آمریکایی رسما از امضاکنی شرطنامه با سابق دروازه‌بان تاتنهام به حیث بازیگر آزاد اعلان نموده. بار اخیر لاریس روز 23 اپریل در روز تولد من به میدان آمده بود، لیکن یک چیز را باید اقرار شد که از این مردک خوب توانست 19 سال را در فوتبال کسبی سطح عالی اروپایی پس سر کند، در حالی که کارین بر این نفران 19 دقیقه هم در تاپ 5 چمپیونات اروپایی طاقت کرده نتوانستند. آخرین ترانسفری که ما میگوییم این بازگشت نیکولا کالینیچ با مقصد خدمت به وطن به صف خایدوکی خرواتی می باشد. حمله‌ور 35 ساله چون بازیگر آزاد با جانب خرواتی از اسپلیت شرطنامه 1 ساله امضا نموده. در مورد قرار خویش چنین گفت: این عادی ترین شرطنامه من در 3 سال در خایدوک می باشد و معاشم 1 یورو است، گفته است فوتبال باز به نفری که الکساندر ترایکوفسکی رقم 9 داده بود. در آمدی گپ ترامپ میلیاردر هم وقتی پرزیدنت آمریکا بودنش به خاطر صداقت به وطن معاش هر ماهی خویش را $1 مقرر کرده بود، ولی چطوری میبینیم تا حال از سودکشی و سودبازی رهایی نیافته است. نشود که به سر کالینیچ هم در وطن یک بلای بار کنند و وقتی جانبرایی اون 1 یورو را هم به قول مردم از پتک بینی کشیده برآورند. این بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.